سلام دوستان، حالتون خوبه انشالله. امروز میخوام یه غذای سنتی آذربایجان رو بهتون معرفی کنم به اسم سوزو شورباسه. ببینید به این خوشرنگی و به این خوشمزگی بریم که درستش کنیم. مواد لازم آبگوشت تره رو بهتون معرفی کنم. ما به ترکی بهش میگیم سوزو شورباسه. تره 200 گرم، سیب زمینی 2 عدد، تخم مرغ 2 عدد، پیاز 1 عدد، آب گوشت 3 لیوان، رب گوجه 2 یا 3 قاشق، کره 50 گرم، ادویه نمک و زردچوبه و ادویه آبگوشت از هر کدام 1 قاشق مربا خوری، رشته پلویی کمی، بعد لپه نیم پیمانه. خب اول پیاز رو با کره یه خورده تفت میدیم. پیاز که یه خورده نرم شد تره رو بهش اضافه میکنیم. تره که یه خورده تفت داده شد بهش ادویه‌اش رو میزنیم. با ادویه هم یه تفتی میدیم. بعد آب گوشتش رو اضافه میکنیم و بعد لپش رو میریزیم. عزیزان لپه که لیمپس شد سیب زمینیاش رو میریزیم. بعد سیب زمینی یه خورده پخت، رشته و تخم مرغش رو میریزیم. چون اول بریزیم وا میره. سیب زمینیامون نیم پس شدن، ربش رو میریزیم. رشتهش رو میریزیم. بعد تخم مرغش رو میزنیم. بعد تخم مرغاش رو میریزیم. دیگه اصلا هم نمیزنیم تا تخم مرغا بپزن.